به نام خدا. درس 19 از کتاب درسی آموزش ترکی استانبولی از سری آموزش‌های هیتیت 1 صفحات 44 و 45. درس جدید و بخش 4 زمان گچیو. در درس جدید و در بخش جدید ما با فعل گذشته ساده آشنا میشیم. در این درس یاد میگیریم که چطور فعل گذشته ساده را بسازیم. فعل گذشته سوالی، فعل گذشته منفی، خبری، مثبت سوالی، فعلایی که مثل ben geldim، ben okudum، biz yaptık، sen yemedin، ben yaptım mı. این فعل هایی هستن که مربوط به زمان ساده میشن. خب در صفحه 45 یک جدولی هست، همونجور که تو تصویر میبینید، جدول مربوط به گچمیش زمان. توی این جدول از بخش‌های مختلفی تشکیل شده. در سمت چپ جدول ستون عادل مربوط به فاعل‌های جمله میشه. ستون بعدی ایلم هست. ایلم همون فعل‌های ما هست که چند تا فعل رو مثال زده. ستون بعدی که با علامت خط تیره هست مربوط به زمانهای منفی میشه، یعنی موقعی که ما بخوایم جملات منفی بسازیم باید از این دو پسوند ما یا م استفاده کنیم. ستون بعدی مربوط به زمان اکی، پسوند زمانی. ستون بعدی کیشی اکی مربوط به پسوندهای اسم هست و در ستون آخری هم örnekler که مربوط به مثال هست. ببینید برای ساختن یک فعل زمان گذشته ما به اسم، فعل، پسوند زمانی و پسوند اسمی احتیاج داریم. همونجور که تو جدول میبینید رنگ سبز رو از ستون اول سیز انتخاب کرده، از ستون بعدی فعل ها دوشون، از ستون منفی انتخاب نکرده چون میخواسته جمله مثبت انتخاب کنه، از زمان اکی دو و از پسوندهای کیشی اکی نوز رو انتخاب کرده و در پایان شده سیز دوشون دونوزو. شما بهش فکر کردید؟ احتمالا یه سوالی کرده و باید شما فکر میکردید. مثالای دیگه هم هست. از ستون اول بن، از ستون بعدی آل، از ستون منفی هیچی بر نداشته، از ستون زمان اکی د، از ستون آخری م، ben aldım، ben گرفت، من خریدم یا من گرفتم. برای مثالهای بعدیش هم همین، خیلی آسونه و چیزی که ما در روز زیاد استفاده میکنیم از این پسوندی که مربوط به گذشته هست و مربوط به این که مثلا چی کارهایی انجام دادیم. مثلا درستن önce ne yaptın، شما قبل از درس چه کارهایی کردید. یا مثالهای دیگه توی جدول اگه دقت کنید مثل روالهای قبلی آخرین توی مثالها آخرین رو با رنگ قرمز نوشته. اونلار çıkmadılar. این پسوند رو اشتباه جمع کرده و درست اون میشه اونلار çıkmadılar، ولی اینجا دیلر رو استفاده کرده. لار رو باید برمی داشت ولی لر رو استفاده کرده و از ستون قبلی هم باید دی انتخاب میکرد نه دی. در صفحه 44 12 تا تصویر رو گذاشته داخل
صفحه و در مورد اون یه تمرین خیلی مهم رو انتخاب کردن. این تمرین از CD اجرا میشه و ما تمام اون چیزهایی که گوینده میگه مربوط به این تصاویر هست و مثلا اینکه سال 1912 کشتی تایتانیک غرق شد. همونجوری که میبینید تو تمرین مثلا شماره 1 اونجا رو جای خالی گذاشته و باید مثلا بگیم که مثلا مربوط به تصویر 4. با هم شروع میکنیم. بیر tamamlayalım eşleyelim yanıtlayalım hangi yılda کامل کنین، علامت بزنین و جواب بدین. در چه سالی؟ همونجور که میبینید در قسمت اول و مثالی که خودش کامل کرده نوشته که در 1912 یعنی سال 1912 رو گذاشته و چیزی که در صدا میشنویم میگه که مثلا سال 1912 چه اتفاقی افتاده. خودش نوشته تایتانیک، بعد در جواب نوشته باتی منظورش اینه که غرق شده یا از بین رفت. ولی این کشتی همونجوری که خودتون می‌بینید کشتی تایتانیک در سال 1912 بود که غرق شد. پس میشه مربوط به 4. تو کادر باید 4 رو بنویسیم. یعنی توی این تمرین در سمت چپ هم باید کادها رو با علامت‌های عددی مشخص کنید. مثلا باید بگید 1912 تو کادرش بنویسید شماره 4 و جوابش ببینید که چی شده. 12 سطر سمت چپ همونجور که بهتون گفتم اینجوری کامل میشه و 12 سوال در قسمت سمت راست تصویر هم وجود دارن که اونا رو باید جواب بدین. مثل 1 بیر آمریکای کیم کشف etti؟ آمریکا رو چه کسی کشف کرد؟ پاسخ داده کریستوف کلمب کشف etti. کریستوف کلمب کشف کرد. مثال های دیگر هم همون جوری که تو تصویر هست، همون جوری که در صدا گوش دادین باید کامل کنید. Dördüncü ünite. Zaman geçiyor. Bir. Tamamlayalım, eşleyelim, yanıtlayalım. 1912 Titanic battı. 1945 İkinci Dünya Savaşı bitti. 1996 Bilim adamları bir koyunu kopyaladı. 1969 İnsanoğlu Ay'a gitti. 2004 Endonezya'da tsunami felaketinde 100.000'den fazla insan öldü. 1999 Türkiye'de Marmara bölgesinde 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. 1970 İnsanlar ilk kez cep telefonu kullandı. 1953 İki dağcı Everest'in zirvesine ulaştı. 1986 Çernobil'de bir nükleer santral patladı. 1492 Kolomb Amerika kıtasını keşfetti. 1885 William Conrad Röntgen X ışınlarını buldu. 1930 Uruguay'daki ilk Dünya Kupası'nda kupayı Uruguay futbol takımı kazandı. خب جوابهای درست رو هم می نویسیم. صفحه 45 و تمرین شماره 2. 2. yerleştirelim. 2. در جاهای درست قرار بدید. در این تمرین 10 سطر وجود داره و باید نسبت به کلمات داخل کادر بالا
در جاهای درست در جملات 10 تا جمله 10 سطر پایین کلمات درست رو قرار بدیم. مثل مثالی که خودش زده: bir جای خالی arkadaşlarımla پیکنیک yaptık. خب جای خالی با دوستام یا با رفقام پیکنیک کردیم یا به پیکنیک رفتیم. من پیکنیک یافتیم یعنی پیکنیک انجام دادن، منظورشون همون با پیکنیک رفتنه. بعد همونجوری که میبینید خودش با رنگ بنفش نوشته که bir hafta önce. پس جواب درست هم میشه که هفته گذشته با دوستام به پیکنیک رفتیم. سوالای بعدی، سطرهای بعدی رو هم به همین جور و خیلی راحت درست انجام میدید. باید ببینید تو جمله سوالیه و یا سوالی نیست و جمله منفی باشه یا مثبت باشه و مربوط به چی هست. خیلی راحت میتونید کلمات درست رو انتخاب کنید. تمرین سوم. konuşalım. Tatilin nasıl geçti؟ تمرین سوم. صحبت کنیم. تعطیلاتتون چطور گذشت؟ این مربوط به کلاس درسیه و باید گروهی رو انجام بدن، چون مثلا میگن که با هم دیگه صحبت کنید و بگید که تعطیلاتتون چجوری گذشته و کجا رفتید، با کی رفتید، برای چی بودید و چقدر مثلا طول کشیده مسافرتتون. کنار دریا رفتید، به هتل‌های ارزون رفتید، هتلتون گرون بوده، مثلا تفریحات چی استفاده کردید، مسیر طولانی بوده. این چیزاییه که مثلا خواسته از شما یا از گروهتون توی کلاس از این فعل‌ها و از این جملات استفاده کنید. حالا خودتون میتونید اینو کامل کنید. تمرین شماره 4. işaretleyelim. علامت بزن. در این تمرین 10 تا جمله آورده شده که با یکی از 3 کلمات زیر هر سطر یا زیر هر جمله ما با یکی از اونا کامل میشه. مثال 1. 1. amcam dün آلمانیا جای خالی. خب ببین اینو هیچ وقت فراموش نکنید. این تمرین مربوط به گذشته است. باید بگید که میگه که عموی من دیروز به آلمان رفت. باید ما رفت رو علامت بزنیم. پس میشه گیتی. گیتینیز مربوط به یک نفر نمیشه. اینجا نمیشه عموی من، یعنی عموش فقط رفته. گیتینیز نمیشه یا گیدیور نمیشه. اولش که مربوط به فعل های دیگن و اینکه فقط چیزی که مهمه و درسته گیتیه برای شخص همون. مثلا در مثال دوم 2. biz geçen yıl tatile جای خالی. میگه biz یعنی ما. geçen yıl منظورش اینه که چند سال پیش تعطیله، به تعطیلات رفتیم. biz çıktık. biz çıktınız اشتباه. biz çıkıyoruz de اشتباهست. biz çıktık. biz geçen yıl tatile çıktık. ادامه رو هم کامل میکنیم. پاسخهای درست رو هم مینویسیم. تمرین آخر و تمرین 5. tamamlayalım. کامل کنیم. در اینجا شما نسبت به هر جمله‌ای که در قسمت B هست باید در قسمت A جمله سوالی مربوط به قسمت B رو بسازید. همونجور که تو مثال میبینید و همونجور که در سطر B هست نسبت به اون سطر A رو کامل میکنیم. سطر B گفته dün sinemaya gittim. دیروز به سینما رفتم. بعد خودش اومده سوال درست کرده. البته 2 جور سوال کرده. نوشته dün nereye gittin؟ اومده اون شخص سوال کرده مثلا از من، گفته که دیروز به کجا رفتی؟ یا دیروز کجا رفتی؟ مثلا گفتم دیروز رفتم سینما. یا اومده سوالشو یه جوری دیگه کرده. dün ne yaptın؟
دیروز چه کاری انجام دادین؟ گیتین، یابتین. این دوتا مربوط به زمان گذشته است و چیزی که در سطر B پاسخ ماست گفته دون سینمایا گیتیم. میدونید که مربوط به همین فعل میشه. سطرهای دیگر رو هم نسبت به مثال کامل میکنه. اگر سوالی بود در قسمت کامنت ها و یا ایمیل مربوط به زبان @iran.tr.com ارسال کنید.